فیروزه محرمووا 3 فرزندش را در خانه تولد کرده است. او در آخرین دهه وادی یغنوب زندگی می کند. دهه کریانته که 4 خانواده در آن به سر میبرد، راه ماشینگرد ندارد و زنان مجبورند که در خانه تولد کنند. تولد در خانه آسان نیست. فرزندم ساز تولد شد. عذاب نکشیدم هیچی. من زنی هیورم خیلی شد 5 روز درد کشید باش تولد کرد. رهرونه یک جانه بریش راه نمونه. البته تنها زنان حامله‌دار نیستند که از نبودن پزشکان عذاب میکشند. خشتمونم 2 ماه 15 روز کسل شد. هیچ کلمه رهرونه بریم من رهرو عذاب. یک جانت شد بردمونه. های که نبوده که مقدرشون بود میشه دختر سبا میشه که میدونم. گذشته؟ ها یا ما یکنی ماشه گذشته شد. مشاهده ما نشان داد که در یگان دهه وادی یغنوب بنگاه طبی نیست. در فصل تابستان راهها باز است و ساکنان تلاش میکنند بیماران را تا دهه انزاب رسانند، اما بسته شدن راهها در زمستان کار ساکنان را مشکل تر میکند. بیمار شاید که یگان اگر علاجی مثل بردن باشد، یگان نسلکه به میمانیم همه حق همسایه های میگیم از دیگه قشلاق های میبریم. یکی نباشه غیر خدا طور سلام کسانی همه قشلاق ها با چند تا مثال همه اپندیسین همه اپیش مثال خیلی جای چخیل گمه که این سوزبان شهر که دیدیم اپندیسین در نمیدانست مثال همه اشکمدر میشودن. هوای اپندیسین گفتگی مثال کسله که روده زیادی همه در با چند آدم همه قشلاق خدا ما میزیم دیگه قشلاق ها مثال مردگی همین در دو طوری حاکی دیگه و علاج جنبانده نیست. یا مثلا من زنکوی که حساب من تولد کردم با بعضش هم همه خیلی حساب همه دست تولد جنبش دادگی از دست حاکی رحمان یگان علاج جنبیدن نیست. مقامات میگویند وضعیت به این حد وخیم نیست و ساکنان یغنوب به پزشکان دسترسی دارند. مسئولین رد نمی کنند که بد بودن راهها باعث شده است که بعضاً به بیماران در یغنوب دیرتر کمک طبی می رسد. یک تا کارمندی سوی تندرستی فیلچر داریم که در چی میشناد مرغیب میشناد خیلی ماشین دارد میوه دارد در حالی که راه شده بودن چیز که میرد ماشین که میرد حالتی که راه محکم میشه با عکس دارن خدمت رسانی بعد عکس که میشه چون که خواهد رفت بافتاد اون نزدیک دیده سلیش کم دوری بعد چون رسانی بعد همون عکس که وکسین های رفت میکنن دن اونجا بعد با دفتر یغنوب یک تا دیگه کارمند گرفتیم همین سال در برای چیز دیگه گرفتیم و یک خوری یغنوب بمونده و سیرم و قشلاقاش اونو دیدیم و یک دوری بعد. این پزشک فوت بیماران در پی نبودن دختران را رد کرد و همچنین گفت اکثر زنان در تولدخانه طفل خود را به دنیا می آورند. راه به سمت یغنوب از ماه نوامبر تا اپریل بسته می شود. ساکنان برای حفظ سلامتی خود در چنین شرایط چاره‌های را پیدا کردند. کرما شد مثلا دورو پر میگیریم اومد خانه در مثلا یگون در کاری سر در بیا یگون تسپه یگون گریپ مثلا دورو میبیارم خانه دمون مثلا یگون خود در کار شد مثلا در کاری هر کی مثلا خانهش نمیبیاد خود دکتر با مثلا ای کرما مثلا میبرد یا برد بار خبر گرفت تو مثلا ماه ینور فوریه شو باید میبرد با خبر یا برد بار مثلا تو بار یک 2 بار 3 بار 4 بار یک خبر میگرفت مثلا کدام بیمار وای نشه اینجا که مثلا کسل اگر یگون وزبی شاید برای اپراسیون من دیگه مثلا راه بردن نیست اینجا برای که ترمام بسیار میشن برف بسیار میشه 40 کیلومتر راه دوای مثلا جوی بریم کسل مثلا میشه تو مثلا که مثلا بردن نمیشه اونجا نه خر میره نه اس میره دیگه وقتی وای شد برف مثلا 1 متر میشه تو خدا من خودش دیگه چون میکنه تکیه به الله. بعضی بیماران در یغنوب تلاش میکنند تا بسته شدن راهها به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه رفته در خانه خویشاوندان استند. نبودن راه و مکتب و بیمارخانه باعث شده است که یک بخش کلان ساکنان میخواهند از یغنوب کوچ بندند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی وادی یغنوب.